سلام به همگی. امروز میخوایم یه تجربه واقعاً دردناک، یعنی نادیده گرفته شدن رو برداریم و تبدیلش کنیم به بزرگترین منبع قدرتمون. قراره یاد بگیریم چطور از این وضعیت یه نردبون بسازیم برای رسیدن به سطحی از قدرت که دیگران حتی نمیتونن تصورش رو بکنن. ببینید، وقتی کسی از شما متنفره، یعنی شما هنوز براش مهمید. نفرت یه احساسه، یه ارتباطه. اما بی‌تفاوتی خلاء کامله. انگار داره به ناخودآگاه شما میگه تو اصلا وجود نداری. و این دقیقاً شروع یه نبرد روانی خیلی جدیه. این 6 مرحله نقش راه ما برای این تحول بزرگه. ما از حس ناتوانی مطلق شروع می‌کنیم و به استقلال کامل میرسیم. پس بیایید اولین قدم رو با هم برداریم. اولین و مهمترین چیزی که باید بفهمیم اینه که نادیده گرفته شدن یه اتفاق تصادفی و منفعلانه نیست. نه، این یه حرکت کاملاً حساب شده است توی یه بازی قدرت. کسی که سکوت میکنه داره تلاش میکنه کنترل اوضاع رو به دست بگیره. حالا یه سوال مهم، شما کدوم یکی هستید؟ اگه هی پیام میدید، هی زنگ میزنید و برای یه ذره توجه التماس میکنید، شما دارید نقش گدا رو بازی میکنید. اون طرف با سکوتش قشنگ روی تخت پادشاهی نشسته و کل سیستم عصبی شما رو به هم ریخته. ولی خب ما اینجاییم که این بازی رو کلاً عوض کنیم. اولین واکنش غریزی ما چیه؟ این که دنبالش کنیم، بیشتر پیام بدیم، بیشتر تلاش کنیم و این دقیقاً مرگبارترین اشتباه ممکنه. به جای این کار ما میخوایم اولین قانون استراتژیکمون رو معرفی کنیم. ببینید، سکوت آینه‌ای با قهر کردن بچگونه زمین تا آسمون فرق داره. این یه استراتژی کاملا آگاهانه است. هدفش تنبیه اون آدم نیست، هدفش پس گرفتن تمرکز و قدرت خودتونه. با این کار دارید غیر مستقیم بهش میگید ببخشید من الان سرم شلوغه، دارم امپراتوری خودمو میسازم. با این کار شما کل سناریویی که تو ذهنش چیده رو به هم میریزید. اون انتظار داره شما نگران و مضطرب باشید، ولی شما غیبتون رو میزنید. اینجاست که یهو میبینی جای شکار و شکارچی عوض شده و قدرت داره به سمت شما برمیگرده. خب، سکوت بیرونی به تنهایی کافی نیست. برای اینکه واقعا مقاوم بشید، باید یه قلعه محکم درونی بسازید. پس حالا تمرکزمون رو از کارهای بیرونی میاریم روی یه تغییر حیاتی درونی. میخوام یه استعاره قدرتمند براتون بگم تا ارزش واقعی رو درک کنید. فرض کنید شما یه مجسمه ساز ماهر هستید و یه روز یه تیکه چوب پوسیده و بی ارزش و گوشه خیابون پیدا میکنید. شما ساعتها، روزها روی این تیکه چوب کار میکنید. از هنر خودتون، از انرژی خودتون و از طلای وجود خودتون روی اون میکشید و تبدیلش میکنید به یه شاهکار بی‌نظیر. و حالا میرسیم به اصل ماجرا. اون دردی که شما حس میکنید به خاطر از دست دادن اون آدم نیست، به خاطر از دست دادن اون همه ارزشیه که شما با طلای وجود خودتون بهش بخشیده بودید. شما دارید برای طلای خودتون گریه میکنید. وقتشه که این طلا رو پس بگیرید. اینجا یه اصل کلیدی از رواقیون خیلی به کارمون میاد. بی‌تفاوتی اون آدم مثل یه موجه. همین. قلعه درونی شما باید انقدر سنگی و محکم باشه که این موجا بخورن به دیوارهاش و پودر بشن. نباید اجازه بدید با هر موج یه تیکه از وجود شما کنده بشه. تا اینجا ما دفاع کردن رو یاد گرفتیم. حالا وقت حمله است. البته نه یه حمله معمولی. یه حمله روانی کاملا خاموش که بدون گفتن حتی یک کلمه ذهن طرف مقابل رو تسخیر میکنه. این پارادوکس دقیقاً قلب استراتژی حضور نامرئیه. شما باید تبدیل بشید به یه روحی که حضورش سنگینی میکنه اما هرگز قابل لمس نیست. اون آدم انتظار داره شما گوشه خونه کز کرده باشید و قصه بخورید، اما وقتی میبینه شما نه تنها حالتون بده نیست، بلکه دارید رشد میکنید و شکوفا میشید، یه شکنجه روانی ظریف براش شروع میشه. با خودش میگه صبر کن ببینم، اون لبخند، اون موفقیت، اونا قرار بود مال من باشه. به احتمال خیلی خیلی زیاد اون آدم برمیگرده. حالا لحظه حساسیه. باید یاد بگیریم چطور با این بازگشت روبرو بشیم و دردی که ایجاد کرده رو به سوخت موشک برای رشد خودمون تبدیل کنیم. یه نکته حیاتی اینجاست، خوب گوش کنید. 99% آدما دقیقاً همینجا بازی رو میبازن. درست تو لحظه‌ای که طرف مقابل برمیگرده. میدونید چرا؟ چون خیلی راحت تسلیم میشن و ثابت میکنن که همه این مدت فقط یه نمایش بوده و منتظر بازگشتش بودن.
اینجا باید از فیلسوف بزرگ نیچه و مفهوم آمورفاتی یا عشق به سرنوشت کمک بگیریم. یعنی چی؟ یعنی شما نباید فقط این درد رو تحمل کنید. باید عاشقش بشید. آره، درست شنیدید. عاشقش بشید. چون این درد خالصترین و قدرتمندترین شکل انرژیه که میتونید مهارش کنید. این بی‌احترامی بهترین اتفاقی بود که میتونست براتون بیفته. اون با رفتنش ناخواسته یه فضا برای رشد انفجاری شما ایجاد کرد. سکوت اون آدم الان سوخت جت شماست. و بالاخره میرسیم به هدف نهایی. ببینید، هدف این نیست که این بازی رو ببریم. هدف اینه که اونقدر قوی بشیم که اصلا نیازی به بازی کردن نداشته باشیم. یعنی از کل این صفحه شطرنج بیایم بیرون و فراتر بریم. این داستان کوتاه اوج قدرت و آزادی واقعی رو به تصویر میکشه. تصور کنید، قدرتمندترین مرد جهان اسکندر کبیر در مقابل دیوژن، فیلسوفی که توی بشکه زندگی میکنه و هیچ چیزی جز آزادی مطلق نداره. معنیش رو میفهمید؟ برای دیوژن، اسکندر کبیر یه پادشاه قدرتمند نبود، فقط یه مانع فیزیکی بود که جلوی آفتاب رو گرفته. این یعنی بی‌تفاوتی مطلق، یعنی قدرت درونی در برابر قدرت بیرونی، هیچ ارزشی نداره. تفاوت کلیدی اینجاست. بلاک کردن یه عمل احساسیه و ثابت میکنه اون آدم هنوز براتون مهمه. اما حذف رادیکال بزرگترین انتقامه. یعنی اون آدم دیگه انقدر بی اهمیت شده که حتی نمیتونه شما رو آزار بده، چون دکمه‌های کنترلی که روی شما داشت دیگه کار نمیکنن. شما اونقدر بزرگ شدید که اون دیگه تو قاب تصویرتون جا نمیشه. و در آخر این سوال از شماست. با خودتون صادق باشید. تو کدوم یکی از این تله‌ها گیر کرده بودید؟ آیا منتظر تایید اون آدم بودید تا احساس ارزشمندی کنید؟ یادتون باشه، اعتراف به ضعف اولین قدم برای نابود کردنشه. تو تئاتر زندگی اگه خودتون نویسنده نقش خودتون نباشید، دیگران شما رو به عنوان یه سیاهی لشکر بی اهمیت استخدام خواهند کرد.